صبر کن، قبل از اینکه بری یه سوال ازت دارم. ایران چند تا همسایه داره؟ فکر میکنی میدونی؟ تا آخر ویدیو بمون، جوابتم بگو. سلام، خوش اومدی به کویزفا، جایی که سخت ترین کویزهای فارسی یوتیوب رو میتونی پیدا کنی. امروز 10 سوال درباره ایران داریم که شرط می‌بندم حداقل 3 تاشو اشتباه میزنی. آماده ای؟ پس بزن بریم. بلندترین کوه ایران کدومه؟ بلند، علمکو، سبلان یا زردکو؟ دماوند جواب. پایتخت اولیه ایران باستان کدوم بود؟ تخت جمشید، شوش، پاسارگاد یا همدان؟ پاسارگاد. ایران حالا چند تا همسایه داره به نظرت؟ 5 تا، 6 تا، 7 تا یا 8 تا؟ 7 تا. قدیمی‌ترین شهر ایران کدومه؟ شهر شوش. ایران چندمین کشور بزرگ جهانه؟ دهمی. دریاچه ارومیه چندمین دریاچه شور جهانه؟ سومی. کدوم کشور بیشترین مرز مشترک رو با ایران داره؟ افغانستان. بزرگترین جزیره ایران کدومه؟ جوابش قشمه. ایران حالا بهم بگو چند تا استان داره؟ یک استان. و به عنوان سوال آخر، کدوم رودخونه طولانی ترین رودخونه ایرانه؟ جوابش میشه کارون. خب چند تا رو درست زدی؟ جوابتو تو کامنت ها برام بنویس ببینم چند نفر تونستن همه 10 تا سوال رو درست جواب بدن. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک کن و سابسکرایب کن. هر هفته 2 تا ویدیو چالشی داریم که جواباشون شوکت میکنه. تا ویدیو بعدی، بای بای.